در آیات قرآن اطلاعاتی درباره مسائل علمی و اخباری درباره آینده و حقایقی که کسی در آن آگاهی نداشته بیان شده است. شناخته شدن چنین اطلاعاتی با سطح دانش و تکنولوژی آن دوره امکان پذیر نبوده است. بدیهی است که این امر مدرک روشنی است بر اینکه قرآن کلام انسان نیست. قرآن کلام خداوند قادر است که آفریننده همه چیز و همه کس است و علم او تمام آفرینش را در بر می‌گیرد. آمدن مسجد امتحانه، زندگی کردن در دنیا امتحانه، روزه رمضان امتحانه. الله خلاصه شما را حتما امتحان میکنه. هر انسانی که در روی کره زمین زندگی کنه در تحت ابتلا و آزمایشه. بشیء، به چیزی، من الخوف، گاهی وقتی الله امتحان میکنه از ترس، والجوع، گاهی گرسنگی، و نقص من الاموال والانفس والثمرات، گاهی باغ را آفت میزنه، زراعت را آفت میزنه، والانفس، گاهی جان انسان در خطره، و ثمرات و میوه ها و تجارت و اینها در خطره. همه اینها ابتلا و آزمایش، همه اینها. اگر فرزندت رو الله میگیره متوجه باش که در ابتلا و آزمایشی. اگر پدر و مادرت رو میگیره در ابتلا و آزمایشی. اگر تجارت تو به زمین میخوره در ابتلا و آزمایشی. اگر خلاصه ترس و وحشت برای تو رخ میده در ابتلا و آزمایشی. اما کسی که در مقابل این همه مصائب و مشکلات صبر کنه، و بشر الصابرین، مژده بده برای صابرین، الذین، آنانی که اذا اصابتهم، وقتی رسید ایشان را مصیبتی، قالوا، اینا چی میگن؟ مسلمان های واقعی مؤمنین چی میگن وقتی مصیبتی برسه؟ انا لله و انا الیه راجعون. همانا ما از برای خدا، از خداییم، همه ما از خداییم، و انا الیه راجعون، هر آینه ما به سوی خدا هم رجوع میکنیم. وقتی که انسان چنین بگه، اولئک علیهم، این گروه بر ایشان، صلوات، عنایاتی من ربهم، از جانب پروردگارشان، و رحمت و مهربانیه، و اولئک هم المهتدون، این گروه ایشان رایافتگانند. انسانی که در مقابل مصائب و مشکلات صبر کنه، الله سبحانه و تعالی برای از او رحمت میفرسته، الله سبحانه و تعالی عنایات زیادی برای از او میکنه، الله سبحانه و تعالی او هدایت میکنه. بهترین معالجه تسکین قلب به هنگام مصیبت چیه؟ کلمه گفتن استرجاع. وقتی پدر فوت میکنه، مادر فوت میکنه، فرزند فوت میکنه، وقتی مال و تجارت همه از بین میره، وقتی سرمایه از بین میره، قلب خیلی آزرده. به هر طبیبی مراجعه کنیم این قلب تسکین نمیشه. به هر طبیبی مراجعه کنیم، به هر داروخانه مراجعه کنیم، تسکین نمیشه مگر به یک داروخانه، داروخانه الله. با کلمه چی؟ استرجاع. با مجردی که مشکلاتی رسید بگیم انا لله و انا الیه راجعون، قلب انسان آروم میشه. ما از خداییم، به سوی خدا هم میرویم، همه از خدایه، پدر، مادر، اولاد، مال، تجارت، همه از خدایه و ما هم به سوی خدا میریم. قلب انسان آرام میشه. ایر به خود عادت بدیم همه عزیزان و سروران که با مصیبت کوچک و بزرگ، تا حتی به خاموش شدن چراغ، همین برق خاموش میشه، چراغ خانه ما خاموش میشه، کوچکترین مصیبتی میرسه و بزرگترین مصیبتی میرسه، بگیم انا لله و انا الیه راجعون. انا، همانا، ما لله از برای خدا، و انا الیه راجعون، به سوی خدا هم رجوع میکنیم. دیگه غمیه، دیگه اندویه. الله هم همراه صابرینه. در دنیا مشکلاتی داری، با خدا رجوع کن، خدا همراه تو هست، عالم برزخ همراه تو هست، به صحرای محشر همراه تو هست، در بهشت همراه تو هست. دیگه چی میخوایی دیگه؟ از خدا قدرت و قوت بالاتری هست. ان الله علی کل شیء، خدا بر هر چیز توانا هست. این آیه مبارکه اشاره به همین داره که ای انسان، تو در ابتلا و آزمایش. ان الصفا
در دوران جاهلیت یک بت بر سر کوه صفا، یکی در مروه گذاشته بود. وقتی که اسلام آمد بت و بت پرستی کنار زد، بعضی مسلمان ها احساس کردن که حالا به جایی که بت بوده دیگه رفتن لازم نیه، صفا و مروه دیگه رفتن لازم نیه. این آیه مبارکه نازل میشه. این الصفا والمروه من شعائر الله، همانا صفا و مروه از شعائر خدایه. وقتی قبلا بحث از کعبه آمد که کعبه چقدر فضیلت داره، کعبه اولین خانه مقابل بیت العزه ابوالانبیاء ساخته، صفا و مروه هم از شعائر الله سبحانه و تعالیه. یکی دیگر بحث از صابرین آمد، صفا و مروه آثار صابرانه. در اونجا آثار صابران کی بودن؟ بیبی هاجره و اسماعیل علیهم السلام. اسماعیلی که لبهای خشکیده، سینه‌ای که از عشق آب میتپید، تشنه بود. بیبی هاجره یک ذات زن در وادی لم یزرع که ابراهیم اونها رو گذاشته بود، می آمد سر کوه صفا میدوید. باز وقتی از کوه صفا پایین میشد وسط شله میدوید که حجاج الان میدون پهلوانی بین میلین الاخترین که گفته شده. می آمد سر کوه صفا که بلکه یک کاروانی ببینم از او آب بگیرم. هم مادر تشنه، هم فرزند تشنه، اما الله ببینیم وقتی صابرین را همراهی میکنه چنین همراهی. 7 مرتبه بیبی هاجره میره صفا و مروه و صفا، ناگه متوجه میشه چون بر سر اسماعیل فشار آمده و طفل معصوم از تشنگی پای خود را اسماعیل به زمین میزنه، از زیر پای اسماعیل چای زمزم بیرون میشه. وقتی انسان صابر شد الله چنین پاداش میده که آبی بیرون میشه که شفا گفته شده. آبیه که فکر نمی کنم که کسی در مکه رفته باشه و نرفته باشه آب زمزم نخورده باشه. تمام مسلمان های دنیا از او آب چشیده. در این جمع کسی هست که آب زمزم نخورده باشه؟ هیچ کس نیه. تمام دنیا مسلمان ها آب زمزم چشیده و نوشیده. ای از برکت این صابران هست. الله در ازی اشاره میکنه فمن حج البیت او اعتمر، هر کی که قصد حج کنه او اعتمر یا قصد عمره، فلا جناح علیه، گناهی نیست بر ازو ان یطوف بهما، این که بر طواف کنه به صفا و مروه. و من تطوع خیرا، کسی که رغبت ازو بشه یا بالآخر رغبت کنه خیرا عمل نیکی به جا کنه، فان الله شاکر علیم، خدای تبارک و تعالی جزا دهنده بر این کسی که اطاعت میکنه، علیم و دانا هست. از این آیه مبارکه یک نکته اشاره میشه که فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف، گناهی نیه. اگر شأن و نزول این آیه مبارکه ما ندانیم و نفهمیم، ایت احساس میشه که به صفا و مروه بریم و نریم یکسانه، چون در اینجا فلا جناح علیه ان یطوف بهما. جمعی از صحابه آمدن به محضر ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، این موضوع اشاره کردن، گفتن از این آیه چنین دانسته میشه صفا و مروه بریم و نریم یکسانه. ام المؤمنین عایشه صدیقه طیبه طاهره محبوبه رحمت للعالمین، کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر عایشه صدیقه را دوست دارن، چی زیبا میفرماین برای صحابه، میفرماین در صورتی که الله چنین میگفت لا جناح علیه الا یطوف بهما، الا یطوف بهما، از این فهمیده میشد که چه کاره یکسانه بریم و نریم، گناهی نه. این به این واسطه که صحابه مسلمان ها به تشویش شدن که آیا جایی که بوده ما بریم یا نریم. الله سبحانه تعالی اشاره کرد که بله بریم، که یه شعائر هست، یه شعائر الله سبحانه و تعالی. ان الصفا والمروه من شعائر الله. در مذهب احناف واجب رفتن به صفا و مروه، در مذاهب دیگر رکن گفته شده. چرا در صفا و مروه بت آمده بود؟ چرا اعمال جاهلانه پیدا شده بود؟
چرا در بین جامعه اعمال جاهلانه، بدعات، خرافات می آیه؟ وقتی که ان الذين یکتمون ما انزلنا، هر آینه کسانی که می پوشانن آنچه را که الله فرستاده، یا میگه آنچه که ما فرستادیم، من البینات، از آیات واضح و آشکارا، والهدى و هدایت، من بعد ما بیناه، بعد از این که آشکارا کردیم برای مردم، فی الکتاب، در کتاب. اینهایی که حق را میپوشن، حق که پوشیده شد گمراهی می آیه. حق که پوشیده شد جامعه رو به جهالت میره. جامعه که علم نباشه، به خانواده‌ای که علم نباشه، بالاخره به برنامه‌ای که علم نباشه، جهالت می آیه. چه کار کرده بودن؟ کتمان علم کرده بودن، کتمان حق کرده بودن، جهالت سرازیر شد. کسی که حق میپوشه، کسی که حق نمیگه، کسی که کتمان حق و علم میکنه، اولئک یلعنهم الله، این گروهی که حق میپوشن لعنت میکنه ایشان را الله اونا را لعنت میکنه. و یلعنهم اللاعنون، و لعنت میکنه ایشان را لعنت کنندگان. یعنی چی؟ همه فرشته ها، انس، جن، خزنده، پرنده، همه بالاخره چه کار میکنن؟ کسی که حق را بپوشه همه اور چه کاره؟ اور لعنت میکنن. الا الذين، مگر کسی که تابو، توبه کرد، و اصلحوا، اصلاح کرد کارهای فاسدی که انجام داده بود، و بینوا، و بیان کرد آنچه که پوشیده بود، گفت که های مردم، من تا به الان حق را پوشیدم، الان آشکارا میکنم و حق را میگم و توبه کردم. فاولئک اتوب علیهم، این گروهی که توبه کنن، اتوب علیهم، الله میگه پس این گروه میپذیرم توبه از اینها، علیهم، بر ایشان، و انا التواب الرحیم، الله میگه من بهترین توبه پذیر هستم. اگر تا به حال حق را نگفتی بگو، اگر تا به حال حق را پوشیدی الان واضح کن، اگر تا به حال نمیدانستی حالا بدان. الله سبحانه تعالی دروازه توبه باز گذاشته. ولی اگر حق برای انسان واضح بود و انسان حق را پوشید، چه کار میشه؟ الله و فرشتگان و همه مخلوقات الله سبحانه تعالی این انسان لعنت میکنه. ان الذين كفروا، همانا کسانی که کفروا، کافر شدن، و ماتوا، اینها مردن، و هم کفار، در حالت کفر، اولئک علیهم لعنت الله، لعنت خدا بر اینهاست، والملائکه، و لعنت فرشتگان بر اینهاست، والناس، و لعنت همه مردم اجمعین، همه بالاخره چه کاره؟ اینها لعنت میکنن. خالدین فیها، همیشه اینها میباشن یا در عذاب یا در لعنت. لا یخفف عنهم، سبک نمیشه از ایشان عذاب پروردگار، ولا هم ینظرون، و نه ایشان مهلت داده میشن. عذاب از کافر تخفیف نمیشه، عذاب کم نمیشه. انسانی که حق را بپوشه و کتمان کنه و از دنیا بره، عذاب هیچ وقت بر او تخفیف نمیشه. ارتباط به کتمان حق، کسی که حق را میپوشه، یک حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و به طور خلاصه بیان میکنم. رسول الله فرمودن من سئل عن علم، کسی که سوال کرده بشه از یک علمی، فکتمه، اور بپوشه. وقتی علم را پوشید، نعوذ بالله، پناه میجوییم به خدا. کسی که حق را بپوشه در دنیا و از دنیا بره و توبه نکنه، خدای تبارک و تعالی میگه به صحرای محشر اور لجام میکنیم به لجامهای آتشین. الله به صحرای محشر اور لجام میکنه. اسپار شاید دیده باشیم که چگونه لجام میشه، چگونه آهنی بر دهن او حیوان گذاشته هست. الله میگه به صحرای محشر همان لجام، بلکه لجام آتشین بر دهنش گذاشته میشه. بعد به صحرای محشر همه مشاهده میکنن ای چی جرمی کرده؟ ای حق نگفته، ای کلام پروردگار را غن نکرده، ای بالاخره حق پروردگار عالم بیان نکرده. و برای هر کس که شده بالاخره همان قدرت و همان ثروت از او مد نظر گرفته، رضایت الله را مد نظر نداشته. خدا همه ما و شما را حفظ بفرماید. خدا بر همه ما و شما توفیق بده که حق بگیم، حق بشنویم، ولو که به حق گفتن به پایدار بریم. هیچ ارزش نداره.
پایدار تمام میشه، زندان تمام میشه، گرسنگی های دنیا، شکنجه های دنیا تمام میشه، ولی او لجام و آتشین صحرای محشر تمام نمیشه. لا یخفف عنهم العذاب، تخفیف داده نمیشه. در این آیه مبارکه اشاره شد که الله لعنت کرده آنهایی که حق را میپوشن و آنهایی که از دنیا کافر رفتن، الله اونها را لعنت کرد. حالا لعنت کردن، اولی لعن و لعنت کردن به کسی جواز نداره. پس علما که دروازه جواز را باز کردن برای ظالم و کافری که از دنیا رفته باشه انسان میتونه لعنت کنه. مثلا میتونیم جواز داره بگیم لعنت خدا بر ابوجهل. ابوجهل از دنیا رفته، امیه ابن خلف از دنیا رفته، ابو لهب از دنیا رفته، جواز داره. این نه فرض نه واجبه که هر روز چکار انسان لعنت کنه. نه، لعن یعنی جواز داره. به کی؟ برای انسان ظالم و کافری که از دنیا رفته باشه. اما برای کافر زنده، برای ظالم زنده لعنت جواز نداره. امروز ظالمه، امشب توبه میکنه، تو چیگونه؟ یک نفر من و تو اگر امروز لعنت کنیم شاید دیشب توبه کرده باشه، دوست خدا رو لعنت میکنی، شاید دیروز توبه کرده باشه. همینجا یک نکته اشاره میکنم، بین جامعه ما چگونه عادتیه، بسیار عادت بدیه. یک نفر رو تعریف میکنیم فلانی بسیار آدم شریف و نیکیه، بعد یک دیگه صدا خور بالا میکنه چگونه آدم خوبیه، سرنوشت از اون من خبر دارم، پارسال چه کار کرد، 6 ماه پیش چه کار کرد، 2 ماه پیش چی جرم کرد، 3 ماه پیش چی جنایتی کرد. خود تو میگی پارسال 6 ماه 3 ماه 2 ماه پیش، از دیشب از او خبر داری؟ اگر توبه کرده بود او از اولیای خدایه. تو اولیای خدا دوست خدا رو مذمت میکنی؟ بسیار عادت بدیه، بسیار عادت زشتیه. صحابه قبل از اینکه مسلمان بشن کافر بودن، اما وقتی مسلمان میشن رضی الله عنه و رضوا عنه گفته میشه. حضرت عمر چقدر گناههای عظیم و بزرگی کرد در دوران جاهلیت، بت پرستش نکرد، بزرگترین گناه شرک. حضرت عمر شرک کرد، وقتی مسلمان شد میگیم حضرت عمر رضی الله عنه. پس به این عزیزان من، اگر یک نفر دیروز فاسق بود امروز عابده، قابل احترامه. یک نفر دیروز دزد بود، زناکار بود، قطاع الطریق بود، جنایتکار بود، ولی امروز توبه کرده، محبوب پروردگاره. حالا دیگه لازم نیه که انتقاد فلانی دیروز به کدو حزب بود، به تو کدام گروه بود، چی جنایت کرد، چه کار کرد. خدا او رو بخشیده مگر تو نمی بخشی؟ خدا او رو بخشیده. خدا وعده داده التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه کنه مثل اینه که قطعا گناه نکرده. پس به اینه که باید متوجه باشیم کسی برای زنده لعنت جواز نداره. الفاظی که شباهت به لعنت داره که جواز نداره بین جامعه ما بعضی عرفه که اینها جواز نداره. مثل چی؟ الفاظی که شباهت به لعنت استفاده میشه. مثلا بعضی انسان ها به یکی دیگه چی میگه؟ مردود گناه عظیم و بزرگیه. یکی به یک شخص دیگه چی میگه؟ خدا زده یعنی لعنت بر تو، جواز نداره. خصوصا بالاخره بین خواهرهای بیشتر استعمال میشه خدا زده و اینها، و همچنین مسائل دیگری که بین جامعه رد و بدل میشه که یعنی معنای لعنت در میده، اینها جواز نداره. کافر زنده جواز نداره لعنت کنی، ظالم زنده جواز نداری. بالاخره طلب هدایت بکن برای از او. الله سبحانه و تعالی در این آیه دیگه اشاره میکنه، میگه ای انسان ها، اینقدر بنی اسرائیل گفتیم و یهود گفتیم، باز ایت نشه که اصل برنامه از فکر شما رفته باشه. یک ذره یهود و یک ذره بنی اسرائیل، اصل هدف قرآن از فکر شما نره. اصل چیه؟ اصل توحیده.
میگه متوجه باشیم که توحید را فراموش نکنیم. و الهکم اله واحد، معبود شما اله معبودیه که یگانه، لا اله الا هو الرحمن الرحیم، نیست هیچ معبودی جز او، ذاتی که بخشاینده و مهربانه. در این آیه مبارکه مشرکین وقتی که این آیه شنیدن با تعجب گفتن که یک خدا، یک معبود میتونه تمام جهانیان را اداره کنه؟ یک معبود؟ ما 360 تا بت داریم به کنار کعبه، جهان را درست و صحیح اداره نمیکنه یک معبود؟ این تعجب مشرکین بود بر نزول وقتی که آیه نازل شد. بعد مشرکین گفتن اگر شما راست میگیم دلیلی بیاریم، دلیل بیاریم که خدای تبارک و تعالی چنین قادر و قدرت داره. این آیه بعدی نازل میشه، این فی خلق السماوات والارض، هر آینه در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز و الفلک التي و کشتی هایی که تجری جریان پیدا میکنه در بحر، بما ینفع الناس، آنچه که سود میدهد برای مردم، و ما انزل الله من السماء، آنچه که فرو فرستاده میشه از آسمان یعنی باران، من الماء، من ما از آب، فاحیا به الارض بعد موتها، این آب میایه، فاحیا به الارض، پس زنده گردانید خداوند به وسیله همین آب زمینی که بعد موت یا زمین مرده بود. در زمستان زمین میمیره، الله به وسیله باران ایر زنده میکنه. و بث فیها من کل دابه، و پراکنده ساخت فیها در زمین من کل دابه، از هر جنبنده. تمام مخلوقات اینها به قدرت کینه که توالد و تناسل داره، از هر کدام که نگاه کنیم اینها قدرت کینه. و تصریف الریاح و سحاب و گردانیدن و تقلیب بادها و سحاب المسخر و در ابرها بین السماء والارض، ابری که میایه بین آسمان و زمین، لآیات لقوم یعقلون، اینها هر کدام نشانه و دلایلیه برای قومی که اونها یعقلون، عقل دارن. شما ای مشرکین تعجب میکنید که معبود واحد دنیا رو میچرخانه؟ آسمان رو کی خلق کرده؟ زمین رو کی خلق کرده؟ شب و روز رو کی میاره؟ از وقت من و شما نگاه میکنیم از 4 طرف باد میآید، بیرون یک شمالی میشه، این شمال و قدرت کی است؟ این قدرت الله هست. ابر میآیه وسط زمین و آسمان، نه خیلی قیل میره و نه خیلی پایین میآیه که انسان ها اذیت بشن. اگر این ابر بیایه به 1 متری به سر ما، چقدر انسان ها اذیت میشن. اگر این ابر بره بالاخره نزدیک آسمان، باز هم بیفایده. این به قدرت الله هست. الله در آخر میگه اینها برنامه هایی که انهایی که عقل دارن عقل خور به کار میندازن. و من الناس من یتخذ من دون الله، اما بعضی از مردم ها کسانی هستن که میگیرن من دون الله، غیر از خدا، اندادن، همتای را میآین عزیر ابن الله میگن، مسیح ابن الله میگن، از غیر خدا کمک میخواهن. باران الله میده، زمین و آسمان الله خلق کرده، چشم و هوش و فکر و ذهن و ذکاوت و روزی الله به تو داده، میری دروازه غیر الله در میزنی، شرمه. الله میگه که و من الناس، بعضی از مردمان کسانی هستن که یتخذو میگیرن غیر از خدا اندادن، همتای را، یحبونهم که حب الله، دوست میدارن ایشان را مثل دوست داشتن خدا. یکی از نشانه های شرک اینه که مثل الله کسی دوست داشته باشه. اگر کسی بگه من پدر و مادر خود مثل الله دوست دارم، مشرکه. اگر کسی بگه من خواجه انصار دوست دارم مثل خدا، برابر خدا، مشرکه. اگر پدر و مادر را دوست داریم به خاطر الله، خواجه انصار را دوست داریم به خاطر الله، صحابه را دوست داریم به خاطر الله، اهل بیت دوست داریم به خاطر الله، ابوبکر و عمر و عثمان را دوست داریم به خاطر الله، احترام میگیریم به هم دیگر به خاطر الله. محبت الله فوق همه محبت های. والذین آمنوا، اما مسلمان ها، کسانی که ایمان آوردن، اشد حبا لله، قوی ترن در محبت برای خدا. خدا را از همه بیشتر دوست دارن مسلمان ها. ولو یرى الذین ظلموا، اگر ببینن و بدانن کسانی که ظلم و ستم کردن، اذ یرون العذاب، در حالتی که مشاهده کنن عذاب را، ان القوة لله جمیعا، هر آینه بدانن که قدرت نزد خدایه، همه قدرت و قوت مال خداست.
و ان الله شدید العذاب، و هر آینه این بفهمن که خداوند سخت عذاب کننده. چه کار میشه؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا، در حالتی که بیزار شون کسانی که اتبعوا پیروی یا متبوعان کفار قرار گرفتن از کسانی که اتبعوا پیرویشان را کردن، و رأوا العذاب و ببینن عذاب، و تقطعت و بریدش بهم از ایشان الاسباب. چه کار میشه؟ بریدش از ایشان اسباب. به صحرای محشر، به صحرای محشر مثلا اول پیروان شیطان به صحرای محشر از پیروان خود بیزار میشه. پیروان شیطان هم میگن ای الله دنیای دیگری ما یک دفعه دیگه به دنیا ببر که ما هم از شیطان بیزار بشیم. کسانی که در دنیا مردم را فریب دادن یهودیت و مسیحیت و بالآخره به نامهای مختلف مردم را فریب دادن، یا مثلا آمیر و مأمور، یک نفر آمیره یک نفر مأموره. آمیر مأمور چه کار کرده؟ فریب میده. یک نفر قماندان بریگارد خور فریب داده و به گوش از او خونده، بریگارد مسکین هم فریب از او خورده. بعد قماندان دستور داده برو فلانیر بکش، برو فلانیر بزن، برو فلانیر اذیت کن. به صحرای محشر بریگارد دویده میایه که آی قماندان صاحب مایم به دوزخ برم. قماندان میگه برو من از تو بیزارم، خود من رو به طرف جهنم میرم. این بریگارد فریاد میزنه ای الله دنیای دیگری بدی که من برم به دنیا و از این آمیر خود بیزار بشم. الله میگه نه، در دنیا خدا به تو عقل داده بود. الله میگه من به تو در دنیا عقل نداده بودم؟ فکر میکردی؟ خیر و شر را به تو واضح نکردم؟ راه بهشت و دوزخ را به تو نشان ندادم؟ خیر و شر را نشان ندادم؟ از عقل خود کار میگرفتی. وقال الذين تبعوا، گوین پیروی کنندگان، اینایی که پیروی کردن، اینا میگن، مأمورین میگن، چی میگن؟ لو ان لنا کرتا، کاش ما را بازگشتی یک مرتبه دیگه، فنتبرأ منهم، تا بیزاری کنیم از پیشوایان، بریم بیزار بشیم، بریم از اونها بیزار بشیم. کما تبرؤوا منا، چنانچه که بیزار شدن ایشان از ما. اهل باطل بزرگان اینا به صحرای محشر از پیروان خود بیزار میشه. اما اهل حق، رسول الله حقا، پیروان اینا حقا به صحرای محشر رسول الله میگردن امتی و امتا. کجاست امت من؟ کجاست امت من که دست او را بگیرم؟ اما فرعون و نمرود و شداد و اینها، حکام ظالم متوجه باشن، ارتش هایی که در دنیاست متوجه باشن که اینها وقتی امروز از حکام ظالم چه کار میکنن؟ پیروی میکنن و دستور میگیرن. به صحرای محشر باداران اینا از اونها بیزاری میجوین و اونها هم دیگر رای ندارن جز جهنم. کذالک یریهم الله، همچنین نشان میدهد ایشان را الله سبحانه و تعالی اعمال ایشان را، حسرات علیهم. الله سبحانه و تعالی یریهم الله اعمالهم، نشان میدهد ایشان را اعمال از اونا، اعمال اینا نشان میده که شما در دنیا این اعمال را انجام دادیم، این کار زشتر کردیم، این کار ناروا کردیم، این قتل ناحق، این ظلم، این ستم. درسته به دستور فلانی شده، این دلیل نمیشه به دستور فلانی. وقتی که کسی که دستور بده نگاه کن که چگونه دستور داده میشه. حسرات علیهم، پشیمانی های بر ایشان، و ما هم بخارجین من النار، و نیستن ایشان هرگز بیرون شدن یا بیرون کننده من النار، از آتش. اینا هرگز از آتش نجات پیدا نمیکنن. این دلیل نمیشه که من نمیفهمیدم فلانی به من دستور داد. فلانی که به تو دستور داد عقل داشتی، فکر داشتی، عقل خور فکر خور به کار بندا، میرفتی از 4 تا عالم و ملا واقعی هم پرسان میکردی. یا ایها الناس، ای مردم، کلوا من الطیبات، بخورید از آنچه که در زمین حلال و پاکیزه گردانیده الله سبحانه و تعالی برای شما. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و پیروی نکنید گام های شیاطین را. مشرکین به نام بتها حیوانات رها میکردن، گو و گوسفند رها میکردن مشرکین، و بالآخره بعد
میگفتن کسی حق نداره از اینا استفاده کنه، کسی حق نداره از شیر از استفاده کنه، کسی حق نداره از گوشت از بالاخره استفاده کنه. اینها رها میشد به نام بت‌ها و اینها. این آیه نازل شد ای مردم کلوا بخورید مما از او چیزی که فی الارض در زمین حلالا طیبا، حلال و پاکیزه بخورید، ولا تتبعوا خطوات شیطان، پیروی نکنید گام های شیطانه. شیطانه که شما را امر میکنه به راه سود و قمار و رشوه، شیطانه که شما را امر میکنه که بریم حرام بخوریم، ولی الله به شما دستور داده که حلال استفاده کنیم. چرا انه لکم عدو مبین، پیروی شیطان را به این واسطه نکنیم که هر آینه برای شما شیطان دشمن واضح و آشکارایه. الله شیطان را میگه این دشمن واضح و آشکارا. شیطان چه کار میکنه؟ جز این نیست که امرکم، امر میکنه شما را بالسوء، به کارهای بد، و الفحشاء، به کارهای زشت، و ان تقولوا، و این که بگویید علی الله، بر خدا، ما لا تعلمون، چیزی که نمیدانید. شیطان همیشه انسان رو وادار به فحشا و منکر و اینها میکنه، ولی پیروی از شیطان نکنید. و اذا قیل لهم، وقتی که گفته میشد برای کی؟ برای از این مشرکین و اینها که و اذا قیل لهم، وقتی گفته شد برای از اینها، گفته شود اتبعوا، متابعت کنید، ما انزل الله، او چیزی که الله فرستاده، قالوا میگوین بل نتبع ما الفینا علیه، بلکه ما پیروی میکنیم آنچه که یافتیم بر آن آباءنا. مشرکین یک دلیل نایی بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمان ها و صحابه میگفتن بیایم ایمان بیاریم، بیایم مسلمان شیم، بیایم دست از خرافات و اینا برداریم. بعد چی میگفتن؟ ما از راه آبا و اجداد خود بر نمیگردیم، به هر راهی که پیر و بابو و بابچی ما بود ما هم به مو راه میریم. اشتباهه. قرآن عظیم الشان این رد میکنه. اولو کان آباؤهم، آیا متابعت پدران خیشر میکنی که او پدرانی که لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، پدرانشان نمیدانستن، غرق شرک بودن، غرق خرافات بودن، بت پرست بودن، میری برای آبا و اجداد خود؟ نه. این آیه مبارکه این موضوع اشاره میکنه که تقلید کورکورانه و جاهلانه جایز نیه. کسی که بگه به هر راهی که پیر ما رفت، بابو ما رفت، اجداد ما رفت، ما هم به مو راه میریم، سعی کن. اگر پدرتو برای که قرآن و حدیث بود رفته بود، کار مبارکیه، بپذیر. اگر پدرتو به راه زشت رفته بود، تو نباید بری. تقلید کورکورانه و جاهلانه جایز نیه، اما تقلید از ائمه مجتهدین جایز و کار احسنیه. اگر آبا و اجداد به راه خوب شایسته رفته بودن، کار مبارکیه، تقلید کن، پیروی کن. از ائمه مجتهدین که ما تقلید میکنیم، کار مبارکیه. تقلید از ائمه حفظ دین را نشان میده. شافعی و مالکی و حنبلی و حنیفی و این بزرگان دین و این مذاهبی که تشکیل شده، تقلید از ائمه مجتهدین کار احسن و مبارک و جایزیه. اما متوجه باشیم چیزی که رد تقلید کورکورانه، تقلید جاهلانه، تقلیدی که نفهمیم آبا و اجداد ما به چی راهی بودن، ما بگیم ما هم به راه آبا و اجداد خود میریم، اشتباهه، این ناجایزه و قطعا جواز نداره. الله اینایی که تقلید کورکورانه میکنن مثال میزنه، آنایی که تقلید کورکورانه و جاهلانه دارن میگن و مثل الذین، مثال آنایی که کفروا و ندا، که بانگ میزنن، صدا میکنن به او چیزی که لا یسمعون، نمیشنون مگر چی؟ دعاء و نداء، مگر همون صدا و آواز. الله آنهایی که تقلید کورکورانه و جاهلانه میکنن مثال به حیوان زده. حیوان را که صدا کنیم، حیوان را که صدا کنیم، مثلا آنهایی که تقلید کورکورانه میکنن، الله اونا رو مثال زده. تقلید جاهلانه میکنن مثال زده. حمار، یک الاغ، مرکب، وقتی که برای از او انسان چی بگه هوش، جا به جا چه کار میکنه؟ میست. اما اگر از او بریم بپرسیم بگیم این چی معنا، نگاه میکنه، گپ نمیزنه، فقط صدا رو میشنوه، دیگه بیشتر تشخیص نمیده. کلب رو صدا کنیم اما دیگه بیشتر تشخیص نمیده. جوپان زبانی داره که با گوسفندان خو حرف میزنه، ولی وقتی که با گوسفندا پر بگه که میگم همین لغتی که گفتم چی معنا، گوسفند خودی حرف میزنه. الله میگه اینها مثل حیوانایان که می صدا رو میشنون، دیگه بیشتر تشخیص نمیدن که چی گپه. صمون کرن، بکمون گنگن، امیون کورن. یعنی چی؟ کرن حقر نمیشنون، گنگن حقر نمیتنن گفته،
امیون کورن که حق در نمیبینن، فهم لا یعقلون، اینها عقل ندارن، فقط یک شعور حیوانی بر اینا داده شده که صدا رو میشنون دیگه بیشتر نمیفهمن. نه، انسان باید تحقیق کنه، مطالعه کنه، انسان باید جستجو کنه. یا ایها الذین آمنو، اول خطاب عام بود، بعد خطاب خاص با مؤمنین گفته میشه ای کسانی که ایمان آوردید، کلوا بخورید من الطیبات، از چیزهای پاکیزه، مما از آن چیزی که ما روزی دادیم به شما، واشکروا لله و سپاس گویید و شکر الله را انجام دهید، این کنتم ایاه تعبدون، اگر هستید که خاص او را میپرستید. اگر شما خاص الله را عبادت میکنید، شکر الله را بکنید. انما حرم علیکم المیت، جز این نیست که حرام گردانید خداوند بر شما اکل، خوردن چی؟ خود مرده را، و دم و خون و لحم الخنزیر و گوشت خنزیر را، و ما اهل به لغیر الله، و او چیزی که ذبح میشه به غیر از نام خدا. در این آیه مبارکه چند موضوع اشاره میشه. اول خود مرده. خود مرده هر حیوانی که خود از او بمیره یا بالاخره به طریق شرعی ذبح نشه، گوشت از او حرامه. اگر حیوانی به تفنگ زده شد و قبل از ذبح او مرد، حرامه. اما اگر او رو به تفنگ زد شخص صیاد، کسی رفت او رو به طریق شرعی ذبح کرد، گوشت از او حلاله. مسئله دوم و دم، خون حرامه. خون حرامه غیر از دو خون، یکی سپرز و دوم که جگر گفته شده، این مشکلی نداره و حلال هست دیگه. خون و دم و مصفوحا، خونی که جریان داره و بالاخره این حرامه. نکته سوم، همان طوری که خوردن و نوشیدن خون حرامه، استعمال خارجی خون هم حرامه. تعویض نوشتن با خون حرامه. مالیدن خون به پینک که بعضی انسان ها رواج دارن، پینک اطفال خود میزنن، حرامه. مالیدن خون به در و دیوار خانه حرامه. خیلی باید در این قسمت متوجه باشیم که خون در نص صریح قرآن گفته شده که این حرامه. ارتباط به خود مرده، ماهی و ملخ و اینها در روایات آمده که ماهی اگر در دریا مرده ماهی هم پیدا میشه، شرعاً جواز داره خوردن، از مشکلی نداره خود مرده ماهی. اما غیر از ماهی و ملخ و اینها دیگه هر نوع خود مرده حرامه. نکته دیگری که ولحم الخنزیر، چون سریعتر میگذاریم که وقت رو به اتمامه، ولحم الخنزیر همچنین حرام گفته شده. چی؟ خنزیر، خوک، گوشتش، پوستش، خونش، رگش، چربیش، همه وجود خوک چیه؟ نجس العین، نجس. خوک چرا نجس شده؟ چرا الله این حیوان را اینقدر نجس گفته؟ به خاطر که خوک بی غیرته. الله سبحانه و تعالی از بی غیرتی خوک او نجس العین کرد. بی غیرت. چگونه بی غیرته؟ تمام حیوانات غیرت دارن در مقابل ناموس خود، ولی خوک بی غیرته. با مجردی که نر خوک با ماده نزدیک میشه، در اثنای نزدیک شدن خوک نر دیگری که بیایه، این نر پایین میشه، کلر پایین میندازه، میره، ایر بری از او رها میکنه. الله میگه تو که بی غیرت شدی، تو نجس العینی، نجسی. پوستتو، رگتو، خونتو همه نجسه. امروز هم ثابت شده کسانی که در دنیا از گوشت خوک استفاده کردن، صفت دیوسیت در وجود این آیه. در غرب بعضی مردم میگه که چقدر بی‌تفاوتیه، خب از گوشت خوک استفاده میشه. جامعه‌ای که گوشت خوک استفاده شد، پایین و بالا شد، او جامعه صفت دیوسیت پیدا میشه. کسی که دیوس چی کسیه؟ دیوس کسیه که انسانهای اجنبی با زنش بخندن و بالاخره با زنش روابط بد داشته باشن و او بی‌تفاوت باشه. او بی‌تفاوت باشه. دیوس کسیه که همسر خور ببره به تفریگاه ها، سر راه ها بنشانه و بالاخره دیگرها عبور کنن و ناموس از او تماشا کنن و چیری از او تغییر نکنه. این دیوسه. این صفت خوک داره.
صفت خنزیری داره. خدا همه ما حفظ کنه. خیلی مهمه هر کس ناموس خور به جامعه نشان بده و در مقابل نشان دادن بی تفاوت باشه. حالا این نشان این فرق میکنه. به تلویزیون یک خواهری میایه مسائل اسلامی رو مطرح میکنه، مسائل دینی رو مطرح میکنه، مسائل احکام دین رو مطرح میکنه، ناموس مسلمان هم هست، این مشکلی نداره. اما مشکل اینه که زن تو آرایش کن، او آرایش کن، او از آرایشگاه بیرون کن، به 100 موتر بشان، بعد 20 موتورسیکلی هم جیغ کشه که همه مردم متوجه شه دیگه، اعلان کنه دیگه که داخل از این موتر فعلا یک زن آرایش کرده. خدا همه ما از این عمل خانمانسوز نجات بده. بعد به جامعه چرخ بدی. این چی نشانیه؟ او آرایش کردی، برو خودتو اول استفاده بکن. اول میخوای جامعه استفاده کنه؟ استفاده کن. تنها یک گونه نیه، همین استفاده چشم استفاده، همین که صدها چشم نامحرم و گرگان و گرگ صفتان طرف ناموس تو نگاه کنه، همین بالاخره غیرت. این صفت دیوسیت و این صفت در اشخاص دارن که صفت خوک و خنزیریت در وجود بعض انسان هایی که در مقابل ناموس بی تفاوت. خدای تبارک و تعالی بر همه ما غیرت اسلامی عنایت بفرماید. برای زن و مرد مسلمان الله غیرت اسلامی عنایت بفرماید. و ما اهل به لغیر الله، و حرام او چیزی که به غیر نام خدا ذبح میشه. اگر کسی گوسفندی بیاره نظر حضرت خواجه و نظر بالاخره فلان صحابه و پیامبر و بالاخره فلان اهل بیت و بزرگ دین بکنه، این چه کاره؟ او گوسفند و او گو و او حیوان حرام میشه. بلکه وقت ذبح باید انسان بگه بسم الله الله اکبر، باید به نام خدا ذبح باشه. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس هر کس که ناچار گردید، غیر باغ ولا عاد، پس ظلم کننده نباشه، ولا عاد از حد تجاوز کننده هم نباشه، فلا اسم علیه، پس گناهی نیست بر آن، ان الله غفور رحیم، همان خداوند بخشاینده و مهربانه. مسئله دیگری که یک نفر به بین جامعه مضطر پریشان بالاخره از هر در مونده از گرسنگی میخواد بمیره، شریعت بری او اجازه میده که به اندازه‌ای که همان قدر از گرسنگی نجات پیدا کنه، از مرگ نجات پیدا کنه، شریعت بری او اجازه داده که از شی حرامی هم اگر استفاده کنه جواز داره. مثلا دزدی حرامه، میره بالاخره یک لقمه نان اگر دزدی کرد به شرطی که در حالت مرگ بود، نه این که بالاخره دلیلی بشه از امروز هر کس شروع کنه بالاخره از نونوایی و از دکانها برداره که این آیه برای ما اجازه داده. نه، در حالت مرگ قرار گرفت، اجازه داره که به اندازه‌ای که از گرسنگی و از مرگ نجات پیدا کنه از حرام استفاده کنه. از حرام وقتی که استفاده کرد از حرام به همان اندازه شریعت مقدس اسلام برای از او اجازه میده. حالا استعمال اشیاء حرام به طور معالجه در حالت اضطراری چگونه؟ بعضی انسان ها سوال میکنن که اگر شراب به اندازه کمی بنوشیم که بالاخره به فلان ضرر بالاخره فایده منده، آیا جواز داره؟ به طور خلاصه و فشرده، اولا اشیاء حرام به داخل اشیاء حرام قطعا شفانیه. حالا اگر کسی ناچار مضطر پریشان و بالاخره به حالت قرار گرفت که باید از اشیاء بالاخره حرام چه کار بکنه، استفاده کنه، چند شرط داره. اول خطر مرگ موجود باشه، شرط اول. شرط دوم داروی حلال دیگر مؤثر نباشه. شرط سوم از استعمال آن رفع بیماری یقین باشه. اگر کسی بفهمه که من همین قطره شراب استفاده میکنم مریضیم خوب میشه، به یقین بفهمه. اگر ایت به شک بود خوب میشه یا نمیشه جواز نداره. چهارم تحصیل لذت نباشه، به خاطر لذت نباشه. پنجم بیش از حد ضرورت استفاده نشه. در این 5 شرط استعمال اشیاء به طور معالجه در حالت اضطراری علما جواز دادن، در غیر از قطعا چی جواز نداره. ان الذين يكتمون، همان کسانی که میپوشن ما انزل الله، چیزی که نازل کرده الله من الكتاب، از کتاب، و یشترون و میستانن به به عوض همان ثمنا قلیلا، بهای اندک، اولئک آن گروه ما یاکلون، آنها نمیخورن فی بطونیم در شکمهای خیش، یا داخل نمیکنن در شکمهای خیش، الا النار مگر آتش.
کسانی که حق میپوشن و کسانی که حق یعنی دین به دنیا سودا میکنن، اینها در حقیقت یعنی کسانی که رشوت میخورن، کسانی که سود میگیرن و کسانی که برنامه از راه حرام سرمایه به دست میارن، در حقیقت اینا هر چی که میخورن نان نمیخورن، آتشی که در شکمها داخل میکنن. دیگر جزای اینا اینه که ولا یکلمهم الله یوم القیامه، سخن نمیگوید به ایشان خداوند در روز قیامت. آنهایی که کتمان حق میکنن، آنهایی که حرام میخورن، آنهایی که به رشوت و سود و قمار بالاخره عادت دارن و توبه نکردن، خدای تبارک و تعالی در صحرای محشر همراهی از اینها صحبت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی به رحمت نگاه نمیکنه. الله با اینا حرف میزنه با قهر و غضب. ولا یزکیهم، و اینها پاک نمیشن. جسمی که به حرام تغذیه بشه به هیچ نوع پاک نمیشه. جسمی که به حرام تغذیه بشه رشد کنه، دو چیز رو پاک میکنه. دو چیز. اگر از دنیا رفت و توبه نکرد، خب با جسم چاقی که به حرام تغذیه شده بود از دنیا بره، او آتش جهنم پاک میکنه. او آتش جهنم هیچ چیزی او پاک نمیکنه مگر آتش جهنم. اگر در دنیا متوجه شد یک چیز او پاک میکنه، چنان الله عبادت کنه که او گوشتی که به حرام رشد کرده به عبادت آب بشه، به عبادت ذوب بشه، لاغر کنه خور به چی؟ به عبادت الله سبحانه و تعالی. ولا یزکیهم، و اینها را پاک نمیکنه آتش. ولهم عذاب علیم، و ایشان را عذاب دردناکیه. اولئک الذین اشتروا الضلاله، آنهایی که خریدن گمراهی بالهدى هدایت را دادن، والعذاب عذاب گرفتن مغفرت را دادن. فما اصبرهم، چه چیز اینا را شکیبا گردانیده علی النار. کسانی که در دنیا گناه میکنن، معصیت میکنن، چی مژده برای از اینا رسیده؟ تو برادری که رشوت میخوری چی مژده برای تو رسیده؟ تو کسی که دست از سود و قمار و زنا و لواطت و معصیت بر نمیداری چی مژده برای تو رسیده؟ فما اصبرهم علی النار ذلك بان الله نزل الكتاب، این همه به سبب اینه که نزل الكتاب، فرود آورده کتاب را الله سبحانه و تعالی بالراستی. و ان الذين اختلفوا، هر آینه کسانی که اختلاف نمودن فی الکتاب، در کتاب اختلاف کردن، دنبال چون و چرا گشتن، در مقابل احکام الله دلیل پیش کردن، لفی شقاق بعید، هر آینه اینا در شقاقن، در خلافن، در مخالفتن، بعید، دور از حقیقتن. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. تا به اینجا بزرگان میفرمایند، مفسرین میفرمایند، تا به اینجا بحث اصول البر، یعنی بحث توحید، اصل نیکویی. بعد از این فروع البر، فروع البر، از این آیه مبارکه لیس البر تا اخیر سوره ایر میگن ابواب البر. ابواب البر شروع میشه. یعنی چی؟ بعد از این دیگه احکامه. احکام چیه؟ احکام قصاص، وصیت، روزه، جهاد، حج، انفاق، حیض، ایلا، یمین که قسم باشه، طلاق، نکاح، عده، مهر، خلاصه بیع و شراء و غیره و غیره. تا اخیر سوره از اینجی ابواب البر و مسائل احکامات و اینها شروع میشه. یهود و نصارا وقتی از بر و نیکی سخن گفته شد، یهود و نصارا بیا آمدن گفتن که ما هم ابواب البر داریم، ما هم نیکی داریم. چیه نیکی شما؟ ما هم نماز میخوانیم، اون طرف بیت المقدس، اون طرف مطلع الشمس، طرف صخره، ما هم نماز میخوانیم. یا این که یهود و نصارا جریان برای انداختن، سر و صدای برای انداختن که این دین اسلام چگونه دینیه؟ یک دم میگم مسجد الحرام نماز بخون، یک دم میگم مسجد الاقصی نماز بخون، دیگه برنامه نداره. الله سبحانه و تعالی در این آیات میگه نه، دین اسلام برنامه‌های زیادی داره. شما هستیم که دنبال برنامه‌های دین نمیگردیم. این آیه اشاره میکنه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیست نیکوکاری این که بگردانید روهای خیش را قبل المشرق والمغرب، به جانب مشرق و مغرب. تنهایی خوبی نیه که یک نفر غیبت بکنه، تهمت بکنه، بهتان بکنه، شرک بیاره، بالاخره قتل بکنه، 100 فسق و فجور بکنه، باز بیایه چه کار؟ نماز بخونه. درسته نماز یک شاخه خوبیه،
اسلام شاخه ها داره، یک شاخی و نمازه. اشاره میکنه الله ولکن البر، بلکه نیکی عظیم اینه که من آمنه، کسی که ایمان بیاره بالله به خدا و الیوم الاخر، به روز قیامت، ایمان بیاره به ملائکه و کتب و ایمان بیاره به پیامبران، و آت المال، و بدهت مال، کمک بکنه علی حبه، به اون مالی که دوست داره. برای کی کمک کنه؟ ذوی القربا، برای خویشاوندان، برای یتیمها، برای مساکین، برای مسافران، و السائلین، برای سوال کنندگان، و فی الرقاب، برای آزاد کردن غلامان و اینها، و برپاه دارد نماز را، و آت الزکات را، و بدهد زکات را، و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا، و وفا کننده به عهد باشه، یعنی عهد به وفا داشته باشه وقتی عهد میکنه. و الصابرین فی البأساء، الله میگه خاص میگردانیم چی؟ صبر کنندگان را، فی البأساء، در سختی، و الضراء، در رنج، و حین البأس، در حالت چی؟ در حالت کارزار. الله سبحانه و تعالی میگه که ما همراه آنهایی که در سختی و مشکلات صبر و تحمل دارن، ما همراه اونهاییم. اولئک الذین انگروا، آنانی هن که صدقه دادن، آنانی هن که راستن در دعوایی که میکنن، نیکوکاری که میکنن، اینها راستن. و اولئک هم المتقون، آن گروه در حقیقت اینها متقینن و اینها پرهیزگارانن. الله سبحانه و تعالی به یهود فهمان، به نصارا فهمان که یک تنها به نماز خوندن نمیشه. نماز خوندن یک شاخه دینه، ولی ایمان به خدا، ایمان به کتب، به ملائکه، بالاخره به اینها، همه اینها همه برنامه های دینه که الله سبحانه و تعالی بیان کرد. گفتیم که احکامات بیان میشه. حکم اولی که بیان میشه، حکم اول اینه که حکم قصاص الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، کتب، فرض کرده شد بر شما القصاص. قصاص یعنی مساوات، فی القتل، درباره کشتگان. در دوران جاهلیت قواعد وضع کرده بودن که اگر یک مرد چه کار میکنه، یک مرد میکشه، به عوض از او، حالی که بعد او کشته بشه، قصاص بشه، باید قاتل کشته بشه. غلام می آوردن، میگفتن این غلام وضعی کشته بشه. یا یک زن می آوردن، به عوض آزاد غلام، به عوض مرد زن می آوردن که کشته بشه. یا اگر دو قبیله با هم دیگر جنگ میکردن، یکی سرمایه‌دار بود یکی فقیر بود، از طرف سرمایه‌دار اگر یکی کشته میشد، میگفتن از ما یک نفر کشته شده چون ما غنییم، این فقیر کشته، باید دو تا فقیر به عوض غنی کشته شه. این وضعیت و قانون دوران جاهلیت بود. الله سبحانه تعالی آیات قصاص را آورد که نه، چنین نیه. الحر بالحر، آزاد به مقابل آزاد. باز در سوره مائده این توضیح میده، النفس بالنفس، هر نفس به مقابل نفسه. یا اشاره میکنه الحر بالحر، آزاد به عوض آزاد، غلام به عوض غلام، زن به عوض زن. فمن عفی له من اخیه، کسی که معاف کنه له از برای من اخیه، او را، من اخیه از طرف برادر خویش، اون چیزی. حالا وارثین مقتول آمدن قاتل را معاف میکنن، دیت میگن برای ما بدی، تو را میبخشی. قتل عمد بوده، بالاخره مقابل قصاص هم اجازه بود، دیت هم بالاخره اجازه. اگر دیت هم بگیره اجازه، اگر او را بخشید هم اجازه. فاتباع بالمعروف، پس طلب کردن بالمعروف، به معروف موافقت پیدا شد. و اداء الیه باحسان، و ادا کردن الیه به سوی آن، به احسان، به نیکوکاری. شیشتن وارثین قاتل و مقتول، شیشتن با هم دیگر جلو آمدن، گفتن ما قاتل را قصاص نمی کنیم، اما دیت پرداخته بشه. شریعت اجازه داده. یا این که گفت که دیت هم نمیخوایم، عفو کردیم، اینم شریعت اجازه داده. ذالک تخفیف من ربکم، این تخفیف یا آسانگیری من ربکم، از جانب پروردگار شما. و رحمتیه. برای یهود فقط قصاص بود، برای نصارا فقط دیت بود، اما الله میگه برای امت تو ای محمد این رحمتیه از جانب ما. میخواه قصاص کنه بکشه، میخواه دیت بگیره، و میخواه نه قصاص کنه نه دیت، میخواه عفو کنه. بهترتر لذتی که در عفو، در انتقام نیه. اشاره میکنه فمن اعتدی بعد ذالک، پس کسی که تجاوز کرد بعد از این،
6 تن گفت دیت بده، 100 شتر بده، 10 شتر بده، هر چی که با هم دیگر موافقت کردن. حالا پول رم وارث مقتول گرفت، بعدن پارچه ها را بلند زد رفت، قاتل کشت. الله میگه فمن اعتدی، پس کسی که بعد از این فیصله تجاوز کرد فله عذاب علیم، برای از این انسان دیگه عذاب مؤلم و دردناکیه. ولکم، برای شما در قصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص برای شما حیاتیه ای دانشمندان، ای اهل خرد. قصاص حیاتیه. جامعه ای که قصاص نداشته باشه حیات نداره. جامعه افغانستان امروز حیات نداره. یک نفر اگر میره به یک ولسوالی، به یک شهری، به یک قریه، بند از میلرزه، مبادا فرزندم بالاخره گرفته بشه، مبادا خودم گرفته باشم، مبادا بالاخره کشته باشم. همه جامعه پریشانه، حیات نداره. چرا حیات نداره؟ قصاص نیه. دزد جرأت پیدا کرده، قطاع الطریق جرأت پیدا کرده، زانی و لوتی جنا، بالاخره هر جنایتکار جرأت پیدا کرده. به این نظام همه جرأت دارن. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر که مجرم را آورده به صفحه تلویزیون، پشت حضور نشان میده. عجیبه، تا حتی که جامعه چهره اور نبینه. هرگز این جامعه حیات نداره تا قصاص نیایه، تا بالاخره حدود الهی جاری نشه. هرگز امنیت نخواهد آمد، هرگز آرامش نمی آید، هرگز روح آرامی و امنیت ملت نخواهد دید. چرا؟ الله یک میگه، الله نعوذ بالله من ذالک این قانون رو نمیدانسته که وضع کرده. این قانون اللهه. قانون اللهه که میگه دست دزد قطع کن، زانی رو بالاخره رجم کن. زانی که متأهل رجم بشه، مجرد تازیانه بخوره. و کسی که قطاع الطریقه، کسی که امنیت مسلمان ها رو به هم میزنه، میگه بزن او رو به دار آویزان کن که درس عبرتی به دیگران بشه. نه، باز او چه کار میکنه؟ به صفحه تلویزیون میاره پشت، این چه کاره؟ این حقوق بشر ایر گفته. عجیبه که کسانی که کشته بشن اینا بشر نیان، کسانی که به ناموس اینا تجاوز شده بشر نیان، کسانی که به مال اینا تاخت و تاس شده بشر نیان، اطفال اینا کشته شده بشر نیان. حال دزد بشر شده، قطاع الطریق بشر شده، زانی بشر شده، اینها بشر شدن. اینا بشر. اینجا الله میگه ولکم فی القصاص، برای شما در قصاص حیاتیه. یا اولی الالباب، ای دانشمندان، ای عاقلان. بیعقلان رو که مخاطب نداره. قانون بیعقلان اینه که قصاص نباشه، حدود نباشه، بالاخره اینا نباشه. این قانون جنگلیه. هر که زور داره، قوت داره، به همین طریق هر اسبی که داره بتازانه. امروز در افغانستان قانون جنگلی شده. زور داری زندگی کن، قوت داری زندگی کن، قدرت داری زندگی کن، پول نداری مظلومی بمیر و بر سر خود بکوب، بالاخره بخور. فقط تو میدانی و خدای تو میدانه. اگر صدای تو مظلوم خدا شنید، ارتباط با الله برقرار کن. صدای تو را الله شنید، کار تو جرم میشه. در غیر از او قصاص که نباشه، خود ظالمین جرأت داره دیگه. ظالمین جرأت پیدا میکنه. لعلکم تتقون، تا شما بپرهیزید. قصاص اینه که تا شما با تقوا بشین. قصاص که بیای هر کس پای خود را جمع میکنه. قصاص که بیای باور به خدا کنید که کسی جرأت نخواهد کرد که دست به مال و به ناموس مسلمان دراز بکنه. حکم دیگر و دوم بیان میکنه. ارتباط به حکم دوم از ابواب البر بحث وصیت. کتبه فرض کرده شد بر شما اذا حضر احدکم الموت، انوس که آیات میراث نازل نشده بود، بحث وصیت بود. شخص که فوت میکرد تمام مال و ثروت برای فرزندای میرسید. در ابتدای اسلام وصیت فرض شد که هر انسانی که نزدیک مرگش رسید او وصیت کنه برای پدر و مادر و اقارب خود هم چیزی. این اشاره میکنه این حکم منسوخ شده. همین آیه که میخوانیم این منسوخه با چی؟ با حدیث متواتره رسول الله صلی الله علیه و سلم و همچنین با نزول آیات میراث.
کتب علیکم، فرض کرده شد بر شما، اذا حضر، وقتی که پیش آید یکی از شما، الموت، وقتی اسباب مرگ رسید، ان ترک خیرا الوصیه، اگر بگذارد مال، الوصیه وصیت، للوالدین برای پدر و مادر، والاقربین برای نزدیکان، بالمعروف، بالانصاف، حقا علی المتقین. این حکم لازمه بر چی؟ بر انسانهای پرهیزگار لازمه که وصیت میکرد. اما بعدن که آیات میراث نازل شد، این دیگه حتمی نیه، فرض نیه، حالا جایزه. کسی که وصیت میکنه، اما هم چگونه وصیتی؟ وصیت برای کسانی که اونها میراث میبرن، برای از اونها وصیت کردن نمیتونه، اونها که حق خور میبرن. اما برای کسی که او از جمله میراث برنیه، میتونه شخص وصیت کنه. بعد این نکته را متوجه باشیم که حکم سوم هم بیان میشه که بیش از ثلث مال را وصیت کرده نمیتونه برای دیگران، تا ثلث مال میتونه، بیشتر نمیتونه. این آیه اشاره میکنه فمن بدله بعد ما سمعه، پس هر کی که تبدیل کنه وصیت را بعد از این که شنید آن را، فانما، پس جز این نیست که اسمه گناه آن علی الذین، بر کسانی است که یبدلونه، تبدیل میکند آن را. ان الله سمیع علیم، هر آین خداوند نیک شنوا و دانایه. پدر وصیت میکنه که بعد از من فلان مسجد آباد بشه، بعد از من به فلان مدرسه کمک بشه، بعد از من خلاصه فلان کار خیر صورت بگیره. حالا اگر فرزنده از او اجرا نمیکنن، گناه بر او شخصی که مرده وصیت کرده نیست، گناه بر کسی که وصیت انجام نمیده. این موضوع اشاره میکنه. اما آیه بعدین فمن خاف من موس او من موس جنح، وصیت میکنه دیگه. چند شب پیش خیلی جالب بودک، دعا میکنم خدای تبارک و تعالی این خواهر و او خواهرانی که فریب خوردن و خواننده شدن، الله همه هدایت کنه. یک خواهری به تلویزیون مصاحبه میکرد، تلویزیون مصاحبه میکرد، خوانندی بود. این جالب خود میدیدم، این نشنیدم از کسی، خیلی تاسف خوردم. گفت که شما چه کار میکنیم، چی وظیفه داریم؟ گفت که مادرم هم خواننده بوده، بعد مادری هم گذاشت که 40 سال 30 سال پیش خواننده بوده. بالاخره گفت که مادرم وصیت کرده که فرزند وصیتم اینه که بعد از من راه مر ادامه بدی. این وصیت به معصیت دیگه. این وصیت الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیپذیرن. کسی که وصیت به گناه و معصیت کنه اما فرزندای بیاین چی؟ اصلاح کار را انجام ندن، فلا اسم علیه، گناهی نیه، بلکه که گناه هم نیه در این وصیت چیه؟ افضل، جایزه که بالاخره صورت نگیره. ان الله غفور رحیم، خدای تبارک و تعالی آمرزنده و مهربانه. در این آیه مبارکه دانستیم که حکم وصیت منسوخ شد. به کدام حدیث؟ در این حدیث که رسول معظم اسلام میفرمایند بعد از اینکه آیات میراث نازل میشه و در این حدیث رسول الله میفرمایند ان الله اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصیة لوارث، همان خدای تبارک و تعالی از برای هر ذی حق، صاحب حق، حقی رو تعیین کرده، فلا وصیة للوارث. دیگه وصیتی نیه که کسی بالاخره وصیت کنه برای وارثین، اما برای دیگر کسی میتونه وصیت کنه، اما به اندازه ثلث مال. اما بهترتر همینه که شخص وصیت کنه، لحظاتی که میخواد از دنیا بره وصیت کنه فلانی از من چقدر پول مایه، من چقدر بالاخره قرضدار هستم، و یا این که وصیت کنه که این همه زمین و سرمایه اولادهای عزیز برای شما میگذارم، بعد از من شما کار خیر هم انجام، وصیت خیر داشته باشه. خدای تبارک و تعالی برای همه ما و شما توفیق بده که این ابواب البر و احکام البر متوجه باشیم. خیلی جالبه دوری تفسیر ما کجا رسید؟ بر سر آیه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مسلمان ها فرض کرده شد بر شما روزه ماه مبارک رمضان، که در جمعه آینده. چقدر واقعا جای جالب و اینها رسید که انشاءالله هفته آینده هم روزه انشاءالله الله سبحانه و تعالی ماه مبارک رمضان نصیب همه ما و شما بگردانه. انشاءالله خداوند توفیق بده که انشاءالله بعد از این زیاد احکام بیان میشه، انشاءالله بیشتر و بیشترتر آشنا بشیم. و همچنین موضوع دیگری که بعد از ادای نماز جمعه انشاءالله جریان همان همایش که برگزار میشه ارتباط به ملت مظلوم سوریه هست که انشاءالله از ساعت 2 شروع میشه، ساعت بالاخره 2:30
انتهای سه ختم میشه، انتهای سه ختم میشه که انشاءالله صدای ما و شما و ندای ما و شما دنیا ببینه و بشنوه که انما المؤمنون اخوه. و نکته دیگری که اشاره میکنم که کار دیگری از دست ما نمی آیه جز دعا که فقط در حق مردم سوریه، در حق ملت افغانستان، در حق کشور خود، در حق همه مسلمان های دنیا دعا داشته باشیم. انشاءالله که مراسم همایش هم بعد از ادای نماز جمعه انشاءالله در همین مکان مقدس برگزار میشه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين.